سلام، من رها هستم و خوش اومدیم به کانال من. در این سری قراره با هم فرانتند رو به صورت کاربردی یاد بگیریم. پس اگر شما هم علاقه‌مند به یادگیری طراحی وب هستید، با من همراه باشید. توی این سری من قراره به شما HTML، CSS، JavaScript و فریمورک های پرکاربرد رو آموزش بدم. خب، حالا آموزش فرانتند به چه دردی میخوره؟ آموزش فرانتند به شما این امکان رو میده که بتونید صفحات وب زیبا و کاربردپسندی بسازید و از اونجایی که طراحی وب جزو مهارت‌های پرطرفدار در دنیای تکنولوژیه، یادگیری اون میتونه براتون فرصت‌های شغلی خیلی خوبی ایجاد کنه. خب، حالا این دوره برای چه کسایی مناسبه؟ جواب اینه که همه، چون این دوره هیچ نیازی به تجربه قبلی برای کدزنی نداره و جوری طراحی شده تا اولین قدم شما باشه به سمت تبدیل شدن به یک سافتور انجینیر. در این کانال ما آموزش ها رو از پایه شروع میکنیم و قدم به قدم با هم پیش میریم. اول HTML و CSS رو یاد میگیریم، بعدش سراغ جاوا اسکریپت میریم و در این مسیر کلی پروژه جذاب با هم میزنیم و در نهایت با فریمورک های محبوبی مثل ریاکت آشنا میشیم. پس اگر شما هم میخواید مهارت های طراحی وب رو از 0 تا 100 یاد بگیرید، حتما کانال رو دنبال کنید تا از آموزش های بعدی با خبر بشید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه بودین. امیدوارم این دوره آموزشی به شما کمک کنه تا در دنیای وب به مهارت های جدیدی دست پیدا کنید.